سلام بچه ها، به اولین ویدیو کانال من، یعنی به اولین ویدیو من با صدا خوش اومدین. اولین ویدیو من در مورد بازی ناروتو، یعنی یک بازی انیمه. پس بریم واسه ادامه ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله پایین رو بزنید تا هر وقتی ما ویدیو میذاریم از ویدیو ما با خبر بشید. بریم برای بازی. خب بچه، الان میریم اینجا، میزنیم روی این علامت زرد زیر ناروتو، میزنیم رو 6، میزنیم رو این. خب این قسمت من تو قسمت 6 رفتم. قسمت 6 خورده سخته چون من تازه بازی رو حذف کردم و نمیدونم چجوری باید درست بازیشو کنم. خب الان اینجا سپر میگیریم، خود قدرت اصلیمون رو میزنیم، یارو به پاک میایم جلو. دوتا از این تیزی ها، یعنی همین چاقوهای 4 طرفه میزنیم، مشت یه 2 تا مشت میزنیم. خب این قدرتمون رو فرم میکنیم، خیلی بدن باید خیلی دفاع کنیم و یعنی این میکشتتون. یه بار دیگه قدرتمون رو میزنیم و بردیم. چه راحت بود، من فکر میکردم سخت، بعد راحت بوده. این دوتا این پازل رو نمیدونم چه پازلیه. پازل آدم داد، یعنی کاراکتر. چه کاراکتری بگیریم من نمیدونم. حالا قرار است چه کاراکتری ما بگیریم و خدا میدونه. این قسمت 150 تا نمیدونم چی میشه. هر چی میشه حتما خیلی چیز خوبی میشه. خب بچه ها، این قسمت اینجا میگه قدرت کاراکترتون رو بدین بالا، ولی ما نمیخوایم بدیم. از این کاراکتر یا از این کاراکتر 2 تا برام پازل داد و 100 تا جمع کنین تا بگیریش. من 2 تا از این کاراکتر رئیس رو دارم، خیلی خوبه. خب اسمش رو یادم اومد حتما میگم. خب میریم برای قسمت 7 که با این یارو ابرو موکتیه، برش میگن ابرو موکتی، ما سابقه داریم. خب باید ببریم. خب بچه یکی اینو میزنیم، براش قدرت اصلیمون یه دفاع میگیریم، یه سرعت 2 تا از این تیغ تیغی ها، نمیدونم چاقو 4 گوش 4 طرفه، یه دفعه میگیریم میریم بالا. خب یکی قدرت اصلی اون میزنیم. وای نخورد، نمیدونم چرا رو هوا برگام چه میزنه این بازیکن باهوش. بزن بفرما ابرو مکتی. خب بچه الان نمیدونم دیگه باید چیکار کنیم. وای وای وای، دفاع بینه 15 تا. وای یه ضربه و برنده شدیم. بچه خیلی اون قسمتاش آسونه، کم در نظر نگیرید. من الان دارم با سختی میبرم. 2 تا از این کارت آدم دوباره داد، کارت کاراکتر. وای من همیشه یادم میره.
از این کاراکتر داد خوبه خیلی هم خوبه. خدا کنه یه کاراکتر برای ما بتونین گردونه. 5k گلد میدیم ببینیم چی میده برای ما. 5k دادیم 3k پس داد، شد پولمون 4k. یعنی نمیدونم بازی ها همه خود من مشکل دارن. حالا یه 5k دیگه میگیریم میزنیم. وای اگه اینو بده برگام اول بهتر بود تا قبلیه، خیلی بهتر بود. خوبه دیگه. خب این قسمت اینه 3 دقیقه صبر کنین و یکو خوردی براتون میده. این قسمت اگه چند تا 10 تا اسپری داشته باشین ناراتتون از مثلا فرض کن 12 سالگی میره رو 16 سالگی 17 سالگی اینطوره. من اینو در نظر میگیرم. خب بچه اینجا میگه جواب شما دادی ولی من هرچی میزنم باز نمیشه. نمیدونم مشکلی داره چی نمیدونم. خب بچه این قسمت هم هیچی نره میریم برای یه دست دیگه. نمیدونم اینو رو صفحه چیان بچه. حتما وقتی رسیدم به قسمت سوم میگم این قسمت این 4میه یه ویدیو دربارهش براتون میسازم، چون که قرار خیلی چیزا جالب و من چند تا کاراکتر دیگه هم میگیرم با چند تا دیگه هم بازی میکنیم. حتما با همون باشید. اگه صدام مشکل داره بچه ببخشید، چون که من توی یه طبیعتم، یعنی طبیعتم که نه، یه جایی که بغلش جاده خیلی ماشین رد میشه. خب میزنیم خدایا بخور تو رو قرآن. بزن دو سه تا بزن. آفرین. بعد هی حمله کنی و یعنی میکشی. بچه نمیدونم الان من 200 تا مشت وای جونم کمه. 18 تاست. یکی خوردم و باختم بچه. من این رو اگه بزنم، من این دشمن رو شکست بدم ویدیو به پایان میرسه. یه دست دیگه میریم کاشکی ببریم این دست رو دیگه. سخت این یارو یه ضعیفش یه بار افتیده بود برم یه بار قویش. نمیدونم من دوباره بخوام بازم احتمالش هست. خب بچه این موتوریه هی میاد و میره میخواد اذیت کنه. میبینه من اینجا نشستم نمیدونم مشکل دارن. خدا اینجا آدم. وای دوباره باختم. دوباره بچه شانس نداریم. نمیتونم از اینو ببرم. خب بچه به خاطر نمیتونم من ضعیفم میرم این قسمت، میرم همین قسمت. این برای این استارت نمیکنم، میرم برای این یکی میرم برای دوست جونجونی که نه دوست نارات. خب اینجا سفر میگیریم. قویه ها شوخی نکنید یه دفعه میمیرید.
هیچی تقریبا از جونش کم نشد، یعنی هیچی کم نشد. تو هوا جنگ شده. خب بچه من یکی قدرتم دوباره میزنم، نمیمیره. اینو بزنم ویدیو به پایان میرسه. بزن. بچه ها امیدوارم تا آخر ویدیو نگاه کرده باشید که حتما نگاه کردید و از این ویدیو حتما خوشتون اومده باشه. این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو ساب کنید، کامنت بذارید و اون زنگوله پایین رو فعال کنید که هر وقتی ما ویدیو میذاریم از ویدیوهای ما با خبر باشید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.